تو سرکار کو برای همین مصلحت کردیم و خودمون خسته آمدیم. با نوارگیری فیلمی نوی بدیعی با نام فرشته بیبل از جانب گروه ایجادی مؤسسه دولتی خطلون سینما ادامه دارد. امروزها فیلموفران از شرایط و امکانیت‌های موجوده استفاده برده مقصد دارند هر یک لحظه فیلم را کسبی و با صفت بلند ثبت نمایند. یادآور می‌شویم که فیلم مذکور از سرگذشت دختری دهاتی که آرزوی دانشجو شدن را دارد و در محیط شهر با آدمان نیک و بد و دیگر ماجراهای زندگی روبرو می‌شود قصه می‌کند. نقش فرشته را در فیلم صنعتکار جوان انسامبل ستاره شهر بختر مدینه وطنова اجرا می‌نماید که از آن هم افتخار دارد و هم مسئولیت بلند را احساس می‌نماید. من خیلی خوشبخت هستم که در آزمون کاستینگ اشتراک نمودم و در فیلم در نقش اساسی راه یافتم. گرچند که در این فیلم نقش بازیدن من خیلی دشوار است چون که این قدم اولین ما جوانان میباشد ولی من خیلی کوشش میکنم که تو از عهده‌اش به خوبی برایم. چون آگاه هستیم مؤسسه دولتی خطلون سینما نو تأسیس است و هنرمندانش جوان. از این رو با مقصد جالب و دیدنی آفریدن فیلم هنرمندان شناخته تئاتر و کینوی تاجیک به مانند استاد عبیدالله رجبوف، نیاز احمد موسویف، محپیکر یورو و دیگران نیز دعوت شده و نقش می آفرند. این کاری دویمی من هست با این خطلون سینما. بله خب این نقش مادر است که در جستجوی یعنی کلین است و یک شخصی است که برای فرزند خود خوشبختی رو میخواد. خطلون سینما که نو تاسیس یافته است حالا کمی با مشکلات های هم دچار میشوند و آرزو داریم، امید داریم و باوری داریم که خطلون سینما باز هم با فیلم های به حد جالب و باز هم با فیلم های جدید خود تماشابین رو مفتون میکنند. بحریدین امامیدین فیروز قربانوف، ولایت خطلون، مخصوص برای برنامه تحلیلی و خبری اطلاع.